چرا الله متعال اطفال معلول را خلق می کند در حالی که یک عمر باید زجر بکشند؟ دوستان عزیز، اولا باید توجه داشت که معلولیت یک وصف قیاسی و نسبی است، یعنی در مقایسه با دیگران نمایان می شود، نه حقیقی. لذا به یک اعتبار همه انسان ها بلکه تمامی موجودات در مقایسه با موجودات دیگر معلول و ناقص هستند، چون تفاوت به اشکال گوناگون بین همه انسان ها و موجودات وجود دارد که با توجه به حکمت بالغه الهی این تفاوت ها نیز حکیمانه اند. این تفاوت ها به خودی خود رنجی ندارند. رنج زمانی پدیدار می شود که شخصی خود را با دیگری مقایسه می کند. پس انسانهای عادی نیز در مقایسه با انبیا علیهم السلام نابینای مادرزادند، چون آنها اموری را درک می کنند که افراد عادی قادر به درک آنها نیستند و همچون نابینای مادرزادند در مقابل انبیا. معلول جسمی نیز شاید برای کارگری یا از پله بالا رفتن موجودی ناقص و ناتوان باشد، اما برای رسیدن به مقام ابدیت ناقص نیست. خداوند او را ناقص خلق نکرده. عبادت شخص معلول با عبادت شخص سالم هیچ فرقی ندارد و این عبادت را باید هر دو انجام دهند، ولی شخص معلول هر طور که راحت تر است می تواند عبادت خود را انجام دهد و حتی در مواردی هم از دوشش برداشته می شود و ساقط می گردد. ثانیاً، خداوند آفرینش را بر اساس حکمت و علل و اسباب آفریده و اگر بخواهد با قدرت خود اشتباهات ما را در طبیعت اصلاح کند باید نظام آفرینش را برهم بزند. مثلا جاذبه برای زمین یک حکمت و ارزش می باشد و این جاذبه است که سبب بارش باران می شود. حال اگر بخواهیم به خاطر سقوط کودکی یا انسان یا هواپیمایی جاذبه را از زمین حذف کنیم، علاوه بر از هم پاشیدن نظام خلقت، چه برکاتی را باید از دست بدهیم؟ اگر شخص ظالمی سنگی را به صورت مظلومی پرتاب کرد، آیا خداوند باید قبل از رسیدن سنگ به صورت او سنگ را پنبه کند یا صورت او را ضد ضربه کند؟ در نتیجه این عمل هیچ چیزی سر جای خودش قرار نمی گیرد و اساساً در آن صورت باید اختیار را از انسان ها سلب کند و این خلاف اختیار و انتخاب و آزادی انسان است. البته این عدم دخالت به خاطر ناتوانی پروردگار نیست، بلکه خداوند قرار نیست قانون اسباب را برهم بزند. پس اگر قرار باشد خداوند جلوی تولد چنین کودکانی را با وجود اسباب معلولیت آنها بگیرد، میبایست اختیار را از انسان سلب کند، چون حال بسیاری از کودکان که معلول یا دیوانه هستند نیز چنین می باشد. زیرا معلولیت ها از خود سبب هایی دارند که برخی از آن اسباب برای دانشمندان ظاهر گشته و چه بسا ممکن است برخی از آنها نیز هنوز مخفی مانده باشد. بنابراین معلولیت ها قطعاً بر مبنای اسباب خاصی بودند، یعنی خود انسان ها مرتکب خطاهایی شدند که در نهایت بچه ناسالمی به دنیا می آورند. اشتباهاتی همچون مصرف برخی از داروها در زمان بارداری، عدم رعایت بهداشت در هنگام عمل زناشویی، قرار گرفتن در معرض دود سیگار و امواج آسیب رسان از جمله امواج موبایل،
مصرف غذاهای ناسالم و غیر بهداشتی و غیره. تمام این موارد می توانند زمینه تولد فرزند ناقص را ایجاد کنند. اگر کشاورز اسباب و عواملی را اختیار کند که او را به محصول عیبدار برساند، هیچ ارتباطی به عدل الهی ندارد، خواه عمدن کرده باشد یا از روی جهالت یا فراموشی. پس مقصر اصلی این معلولیت خود انسان است. در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که والدین خبر نداشتند که این عمل در فلان شرایط آثار سوئی روی نوزاد میگذارد. در این صورت آنها چه تقصیری دارند که در پست بعدی بحث میکنیم.